محمد رضا حاجبی هستم، متولد 36/74. بله 10-11 سالم بود. توی حیاط مدرسه گوجه سبز و اینا میفروختم. البته به خاطر پولش نبودا، بعدها چرا به خاطر پولش بود، ولی اولش نه. تقریبا از 16-17 سالگی دارم پیش پدرم کار میکنم. ساندویچ هم میفروختم. اینم تعریف کنم. نه سوال سخته واقعا. آره خب کارم رو دوست دارم واقعا. رویال دوست دارم. متفاوت کرده کار جدید، ایده جدید. کارم رو خیلی دوست دارم و جدای از کار، حالا تیمی که داریم واقعا عاشق تیمم. تقریبا 70 نفری که هستیم، حالا تاریخ تولد همه مشخص، برای همه تولد میگیم. این پارسال بود یه تبلیغی کردیم که یه آجیل بود، جسارتا فقط و فقط. اوه قیمت چند؟ جسارتا فقط و فقط 22. 2-3 ماه هر جا میرفتم همه منو میشناختن. فاز سلبریتی اینا رو گرفته بودن، با هر کسی هم عکس مینداختم. البته یه حقوق ناچیز. خب اول از همه بزرگترین سرمایه هر کسب و کاری مشتریه. تیمی که داری اشتباهه که حالا آدم فکر کنه که کسب و کاری که داره، حالا مغازش یا جنس توی انبارش یا خود انبارش اینا سرمایه است. به نظر من این نیروی انسانی که داریم، مخصوصا حالا خدا رو شکر تیمی که ما داریم تیم خیلی قویه. اینترنتی فروختن آجیل رویال جا انداخته. نه فعلا. راز موفقیت رویال به نظرم ترکیب سنتی و مدرنه، چون دقیقاً نقطه مقابل من میشه پدر من. 2 تا طرز فکر متفاوت با هم دیگه تلفیق شده، یه چیز خوب در اومد. دوستتون دارم چون رقیب انگیزه است، حال میده. واقعا تفریح هم چیه؟ عجب سوالی بود. تفریح هم چیه؟ توی شخصیت‌های فوتبالی رفت پایین. کات میکنی آره؟ آقای کریمی، آقای دایی، آقای تیموریان که اینستامون هم هستن، آقای شمسایی خیلی قلبی دوستشون دارم. دیگه آقای باقری، کریم باقری، پرسپولیسیا رو یه جوری دوست دارم. بازیگرا خیلی از رویال خرید میکنم دیگه، نمیتونم اسم دقیق بگم کی. اگه کارم آجیل نبود یه کار دیگه هم بود، دوست داشتم بهترینش باشه. آجیل مغز سنتیمون خیلی خوشمزه است. میگن که هیچ ماشینی بی ام و نمیشه، هیچ بی ام وی هم بنز نمیشه. سنگ گفتم. میگم یه دونه خونه آباد میارزه به 100 تا خونه خرابه. رو اصول باشه بله شعبه اضافه میکنیم، ولی کلا نه شعبه میدیم به کسی نه نمایندگی. به جز مشتری سازمانی و حالا مشتری حضوری، یه فاکتور اینترنتی داشتیم چون 4000 تا محصول داریم.